سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به کانال ما. امروز ما سهار فکر کردیم که ما چیکار کنم، چی ویدیو سنت کنم در کانالم پرتم. راستی که با هم تیار کردیم خوردیم. کودکا غم دادن نکی نتونستیم یکان تیار ویدیو سیمکا کردن، نتونستیم وقت نشد برای سیمکا کردن. برای همه قدر فکر کردم بعد به خلاصه اومدیم که برای شما یک خوش خبر بیارم برسونم. بهترین ویدیو میکنیم امروز. شما تماشا کنین و فکر خود رو در کامنتر نویسین حتما. دادن ویدیو امروزه ما باشد از تحفه های از کمپانی فابیلیک. شخصانی که در کمپانی فابیلیک رجیستر میشوند و صاحب آن میخل تحفه های بهترین میشوند. شخصانی که در کمپانی فابیلیک ای 20 مای سر که در رجیستر میشوند تا 9 ایون رجیستر میشوند و پیر بیشگاه خود رو میگذارین و صاحب آن میخل تحفه های بهترین میشوین. ستاس رسوا از کمپانی فابیلیک. برای شخصانی که نو در کمپانی فابیلیک رجیستر میشوین حتما نویسین در روی اکران رقم های خود رو میگذارم بنویسین. با شما همکاری میکنم و کار خاص رو برای شما یاد میتم. کار اگه مشکلی نداره، اگه یقینی نداره، شما تنها مگزین خود رو عوض میکنین از کمپانی از تلفن خودتون، یعنی که اینترنت مگزین خودتون خریداری میکنین. وقتی هم از 28 دقیقه از تکنیک و تکنولوژی دیگه شرط نیست که شما خانوادتون بیرون برآمده روین در هوای گرمی محصولات خریداری کنین، چیز جورای خانه خودتون خریداری کنین. حاضی هم پیشرفته که میتونین که به طریق تلفن دستی خودتون چیزا در کاریتون انمی جایش تگیتون فقط یک تلفن برای شما در کاره درآمده چیزا در کاریتون از کسب میکنین و سبیانم خیلی توفه های بهترین میشوین. تنها مگزین تون عوض میکنین. باز از کمپانی فابیلیک وقتی شما خریداری میکنین، وقتی رجیستر شدین سراغ شما را کمپانی 20% اسکیت میکنه همه نماد محصولاتش. از طرف من روزگار شما موندگیم، گارانتی به پدرکم موندگیم. هر یک زمانی که شما بدی لیدری محکم میکنین، من برای شما گارانتی به پدرک رای میکنم. من تو پزک پالیسوس وقتی شما زبان دیرکت رو محکم میکنین، چلای تیلویی روی میکنم برای شما را. فرصتی مهم رو از دست ندهین. حتما شیتوبین نویسین. از شما یک نویستن تنها از مثلا رجیستر میشوین و خلاص کار میکنین. مثلا تنها مگزین خود رو عوض میکنین، از همین کمپانی خریداری میکنین و صاحبی هم خیلی تحفه های بهترین میشوین. حالا هم فکر دارین در کمپانی فابیلیک بالا میسوزن ایتوانیو میغلطیم. دخترای خوشرو در یگان کمپانی برای شما تحفه های بهترین هر یک کاتالوگ نمیتید کمپانی ها و صاحبی خیلی مثلا اویلیک های نقش شده نمیتونین. به حد کاری آسانه. پس در نظر بسیاری شما اوشه فابیلیک به مثل یک کار خین شدگی نکی خطا میکنین. بسیار آدما پیشتر در آفیس رجیستر شدگی بانکروت شدگن یا که فکر میکردن که تنها کمپانی فابیلیک برای خرید و فروش اویلیک میده. نکی افسوس، کمپانی فابیلیک همون روزی ازل برای خرید و فروش اویلیک نمیداد. برای کماند ساختن کمپانی فابیلیک میخواد که از شما پاتریبیتلاژ زیاد کنین. وقتی شما چند که پاتریبیتلاژ زیاد که کرده ای همه حساب شما در اویلیک میتید. شما هم کماند میسازین، هم خودتون استفاده برنده کمپانی میشوین. کمپانی فابیلیک برای ما 3 تا شانس میتید. ما میتونیم که خودمون استفاده برنده شویم به نرخ 20% اسکیتکا و با تحفه ها میگیریم. میتونیم که بیزنس کنیم، 26% اسکیتکا میگیریم، 70% راست پروداژ را میگیریم. میتونیم که تبرپرات کنیم، فایده درآمدی بهتری. باز میتونیم که مثلا همه بیزنسی خودمان با دیگران توصیه کنیم. یکون جای مشکلی نداره. بسیار آدم میگه ای دفعه بلی کارخانه هر مخرید کردن در کار کماند در همه کارخانه ها کماند است. مثلا همین اتمی هم روین دیگه کمپانی ها دم روین کماند میسازین. به کماند پیشروی کردن نمیشه. تنها با 2 آدم پیشروی کردن نمیشه. اگر با 2 آدم پیشروی میشد من رجیستر میشدم، شوهرم رجیستر میکردم، مادرم رجیستر میکردم و موفق میشدم. نکی افسوس که خیلی نیست. شما مجبورین که در همه کجای کارخانه دروین باید که کار کنین. با 2 آدم نمیشه. کماند کلان ساختن اویلیکای کلان سایه میشوین. برای همین قدر حتما نویسین. شما را انتظارم در واتساپ خودم. میتونین که اگر رجیستر هم نشدین میتونین که زکاس کنین. دستافک در تمام شهرها دارم. میتونم که به نرخ ارزان شما دستافک کرده رو کنم. شما استفاده برنده کمپانی شوین تا یک مدت. اگر کار برای شما معقول شد، محصولات برای شما معقول شد، میتونم که خودتون اعضا کنم و خودتون خریداری کنین به نرخ ارزان. کار در همه شهرها میشود. در ناحیه ها در همه جا دستافک هست. در فامیل چه فابیلیک در همه جا هست. شما میتونین که دستافکاتون در نزدیکی ناحیه‌هاتون گرفته استفاده برنده کمپانی شوین. کمپانی ما 27 سال میشد که در بازار جهانی کار و فعالیت میکنن. همه سرتیفیکات حلال داره. باز
یک خوبیش در چیه که ما و شما را هیچ که فریب نمیکنه. ما معاشمون چیست نمیگیریم. کاری ما دولتیه، میتونیم که کارمون برای فرزندامون میراث گذاریم. برای همه قدر شتابین.